یه نکته ضعیف دیگه جنبش نسبتاً توسعه نیافته کارگریه. این خیلی ضعف بزرگیه. کمونیسم میخواد یک کشوری به قدرت برسه که جنبش کارگریش اشکال حتی مقدماتی از تشکل و اعتراض اجتماعی رو به دست نیاره. اگه شما برید تو آمریکای لاتین، رهبرای کارگری رهبر شناخته شدن توسط شهردار شهر، توسط وکیل مجلس، رهبر فلان سندیکای کارگری، فلان اتحادیه کارگری، آدم سرشناس جامعه است. تو ایران کارگر همچنان همون تصویر کارگر آوردیم دیوارمون رو تیغه بکشه است. کارگری که آوردن کاری بهش دادن داره میکنه مزدش میدن. کارگر هنوز نتونسته تو جامعه ایران به عنوان یکی از پاهای بحث اقتصادی، پای بحث سیاسی، پای بحث دموکراسی، پای بحث حقوق مدنی و نماینداش و شخصیتاش و سازماناش حضور به هم برسونه. آمریکای لاتین همیشه اینجوری بوده. حزب چپ میره با اتحادیه کارگری نزدیک میشه، رهبرشون حرف میزنه، قرار میذاره بهشون رأی بدن، کمک کنید بیان سر. تو ایران کارگر منفرد اتمیزه است و ساختارهای مبارزه به صنفی نداشته، مبارزه دفاعیشون نتونه سازمان بده و در نتیجه یه حفره بزرگ پشت سر کمونیست‌ها به جا میذاره. میری جلو برای اینکه حرکت اساسی بکنی، طبقه‌ای که این حرکت داره به نامش یا لااقل از طرفش صورت میگیره خودش معلوم نیست با چه استحکامی تو صحنه است. تو دوره کوتاهی میان تو صحنه. شما ممکنه معلمین یا دانشجویان یا زنان به طور کلی جنبش طولانی مدت اعتراضی داشته باشن از نظر سیاسی، یا روشنفکران به خصوص، ادبا و غیره، ولی کارگر این وقت و این آزادی عمل رو نداره که 2 سال 3 سال تو قلمرو سیاسی پرسه بزنه. بالاخره بعد پروسه سراتش رو 3 ماه هم بیاد. بیرون این 3 ماه ما کارگرا رو به صورت یه نیروی زنده فعال حامی این خط نداریم. اون 3 ماه داریم. اون 3 ماه قیام و شورش و شورای خود به خودی و اتحادیه‌های مجامع عمومی که کارگرا دارن مشکل میکنن و سخنرانی میکنن همون دیدیم و اون میاد. ولی تا اون 3 ماه مونده به کسب قدرت چیکار میکنه این خط؟ در غیاب یه جنبش اعتراض کارگری شکل یافته که آگاهانه از این چپا دفاع کنه. جنبش اتحادیه تو انگلستان مشکل نداره بگه طرفدار چه حزبیه. میگه ما طرفدار بریم ملت به حزب کمونیست اینجا به حزب لیبرش رای بدیم. جنبش کارگری اولین خاصیتی که تو این سالا درش کردن چپ حاشیه‌نشین و تبلیغات و اختناق اینه که سعی کنه خودش رو غیر سیاسی وانمود کنه. چه حتی اگه بیاد تو صحنه به اون صورت به نیروی ذخیره به اصطلاح رکن یکی از ارکان این جنبش یا قدرت رو بگیره تبدیل نمیشه. نقطه مثبتی که به نظر من باید الان به خصوصش مکس کرد دو رکن اساسی جامعه. یکی مسئله سکولاریسمه. به نظر من هر جریان بیاد سر کار به جای جمهوری اسلامی باید جریان سکولاریست باشه، باید ضد دین، و حتی به نظر من سکولاریست کلمه کافی نیست، ضد دین باید باشه. با یه موج برگشت علیه مذهب روبرویی، هرچند بیشتر پیش بره بیشتر میشه، چون فردا آخونده رو میگیرن میگن این آقا رو میبینید این 18 نفر با دست خودش کشته، و بعد ببینید چند نفر نمازشو میزنن کنار از اون تتمه‌ای که تو دعات زید روز نماز میخونن. این پروسه به نفع اسلام پیش نمیره، این پروسه داره به ضرر اسلام پیش میره. و جنبشی که ضد مذهب باشه یه پاشو گذاشته توی در قدرت سیاسی به نظر من. و الان که نگاه میکنی فقط کمونیسم کارگری، کمونیسم رادیکال کارگری است که آشکارا علنا و به صورت اعلام شده خودش علیه مذهب تعریف میکنه. و مسئله بعدی زناست. نصف جامعه است، نه فقط نصف جامعه زنان، نصف دیگه از اون نصف جامعه هم عده زیادشون طرفدار این برابریه. در نتیجه یه پلتفرم مهمه که کمونیست‌ها ممکنه باش بیان این دفعه میتونه انقلابی که میکنن خیلی زنانه باشه. میتونه قدرت به این معنی اکثریت عظیمی به تو رأی میدن و پشت سرت میان به خاطر اینکه اکثریت عظیم باهاتن، همینطوری زن. در نتیجه کمونیسم کارگری به نظر من سر مسئله مذهب و مسئله زن دو تا پشتوانه داره تو اون جامعه که هیچ کدوم از جنبش‌های دیگه ازش برخوردار نیستن. مذهب ضد مذهبیگری شدن، مدرنیسم و اینا تبعیات اینه. اگه بخواد تو چیزی ترجمه بشه مدرنیسم هست تو مسئله ضد اسلامیگری، ضد دینیگریش و دفاعش از حقوق زن و خلاصی اخلاقی برای جوونا. جنبشی است که برای مثال سر فرهنگی که یه جوون ایرانی باید توی زندگی بکنه کاملا خانایی داره با خواست این میلیون آدمی که بخوام بیان تو صحنه جامعه و زندگیش تجربه.
اینا به نظر من نقاط مثبت و منفی جنبش کمونیستی کارگری است توی همچین بزنگاهی دعوای معرکه. اگه اشتباس اگه فکر کنیم که این جنبش‌ها میان این نقطه مثبت منفی رو مثلا توی تابلو میگیرن و مردم انتخاب میکنن، اینطور نیستش. شرایط باید تبدیل بشه به شرایطی که قدرت دست به دست میشه. وقتی شرایط اینطوری بشه مردم انتخاب میکنن بین مشخصات عمومی تری. به نظر مردم اساساً توی تحول اینطوری بین چپ یا راست انتخاب میکنن. نه فقط مردمی که باید برن یکی از اینا رو قبول کنن، مردمی که باید برن به میدونن بین چپ یا راست انتخاب میکنن. آقا میری تو صف راستا وامیستی یا میری تو صف چپ وامیستی. توی بزنگاه سیاسی مثل انقلاب یا تحولات اینطوری نیست که بگیم 82 تا حس هست نمیدونم واقعا برم با کدوم. اینطور حالت پیش نمیاد. میری تصمیم میگیری چپی هم آقا جان، جمهوری خواه هم چپی هم طرفدار عدالت اجتماعی میرم این بر، طرفدار آمریکا هم غرب هم زنده با وضع سابق میرم اون بر. اگه شما قبول کنید اینو که به طور کلی نه در جزئیات خب انتخابات دیگه وجود داره، ولی در کل جامعه تصمیم میگیره بابا جان این پیروزی به نام چپ صورت میگیره یا به نام راست. تو انقلاب 57 این اتفاق افتاد. تا قبل از تظاهرات تاسوعا و عاشورا به نظر میاد که مردم دارن یه انتخاب چپ میکنن تو ایران. به نظر میاد که مردم دارن چپ رو به میدون میکشونن و زیر شعارهای چپ دارن تظاهرات میکنن، زیر شعارهای چپ اعتراض میکنن. و بعد گاوبندی جمهوری اسلامیون و آمریکا و سران حکومت و سیستم انتقالی تعریف میشه. روز عاشورا کسایی که تو خیابون بودن میدونن شعار مرگ بر شاه با فحش سران تظاهرات روبرو میشد. میگفت این مرگ بر شاه، میگفت اون ساواکیه بگیریدش. مرگ بر شاه روز عاشورا به عنوان شعار ساواک علیهش سمپاشی میشد. تفسیرشون گرفته بودن تصمیمشون. هژمونی راست رو جنبش اعتراضی از مقطع تاسوعا و عاشورا دیگه اعمال میشه. از مقطعی که خمینی پیغام میده به مسلمانان صفتون رو جدا کنید از چپا. یعنی که چپو میذارن که به شلیک بشه بهش، که جرئت نمیکنن چپا بیان تو خیابون زیر شعار خودشون با الله اکبر باید بیان تو خیابون. گرفتن. وقتی که معلوم شد راست تنها انتخابی که مردم دارن اون رژیم دارن میندازن، راست مذهبی تنها انتخابی که مردم دارن رفتن پشتش کاری نداشتن. تو این دفعه هم همینطوره. سوال اینه که کدوم چپ خودش وسط انتخاب را عرضه کرده باشه، مردم بین چپ یا راست انتخاب میکنن. چپ به طور کلی و راست به طور کلی. و اگه چپ اونطور که من الان گفتم پرچمدارش و چهره شاخص چپ کمونیسم کارگری باشه تو چپ، نه توده‌ایسم یا سوسیال دموکراسی یا چیز دیگری، اون وقت این انتخابش بین کمونیسم کارگری با بقیه به همین سادگی برده. بحث اینه که ما میریم خونه مردم همه رو با ایدئولوژی آلمانی و 18 برومر مارکس و مانیفست کمونیست آشنا میکنیم. قرار نیست از این راه مردم کمونیسم کارگری انتخاب کنن. مردم دنبال رهبر یه تحول سیاسی اجتماعی میگردن، نیروهای صحنه رو نگاه میکنن، تصمیم میگیرن که میرن با راست یا میرن با چپ و میرن با چپ. اگه رفتن با چپ، اون چپ باید اون چپ کی هژمونی فکری داره، کی هژمونی سیاسی داره، کی هژمونی سازمانی داره، کی اون چپ رو به نام خودش کرده تو اون دوره اون جامعه، میرن با اون. مهم نیست دیگه اسمش چی، میرن باهاش. چیزی که فدای سیانور بذاره زیر زبونش حرفای نامفهومی میگه، وارد جنگ شده با شاه. وقتی مردم رفتن یه کار سیاسی تشکیلاتی کردن که ربطی هم به چریکیز نداشت و شاه رو انداختن، رفتن چریک آوردن گشتن اونجا، دورش جمع شدن زنده باد چریک فدایی. درود بر فدایی. خود فدایی نمیدونست باور کنه که این اتفاق داره براش میفته. هیچ کس هم از این عده کتابای جزنی و پویان احمدزاده رو نخونده بود. هیچ کس. ولی فدایی سمبل ما مسلمون نیستیم. آقا اینا که اینجا جمع شدن مسلمون نیستن، آخوندم نمیخوان، به جمهوری اسلامی هم دوست ندارن رای بدن. میگی چی؟ حزب کمونیست کارگری یا جنبش کمونیست کارگری هم توی فضای انتخاب توی دوراهی اینطوری میتونه در چه بحث قدرتش مطرح بشه. نه توی پروسه ارشادی که درش مردم مطمئن میشن که بله را برنامه اینو خوندیم اصلا بهتر. همونطور گفتم ما توی پروسه به اصطلاح تدریجی که درش انتخابات مطرح باشه میتونیم این فرض رو بگیریم حزب کمونیست کارگری یا کمونیسم کارگری به قدرت برسه. میتونه توی پروسه انقلابی به قدرت برسه، میتونه توی جنگ نظامی طولانی مدت به قدرت برسه. این سه تا راهی است که جامعه میذاره جلو کمونیسم. بیرون اینا یعنی یه ضربات کوتاه مدت
نظامی و به اصطلاح انتقالای از بالای قدرت سیاسی میتونه حکومت جمهوری اسلامی عوض کنه و بده دست یه جناح دیگه تو راست و اون وقت به نظر من این بحران میتونه تخفیف پیدا کنه. این بحران میتونه حتی حل بشه، بحران حکومتی بورژوازی رو در حل بشه. اون وقت کمونیسم کارگری تبدیل میشه به اپوزیسیون قدرتمندی تو جامعه. ولی قدرت سیاسی به نظر من به طرق دموکراتیک انتخاباتی و به طرق انقلابی قابل تصرفه. اگه پروسه به طرق کودتایی و بدون دخالت مردم طی بشه به نظر من شانس قدرت گرفتن کمونیسم کارگری نیست. برای من یه سوال میشه مطرح کرد. فرض کنیم محصل این تحولات و سرنگونی و غیره یه انتخاب چپ تو جامعه بود و فرض کنیم این چپ سمبولیزه شد تو کمونیسم کارگری و فرض کنیم کمونیسم کارگری قدرت تشکیل داد، قدرت گرفت. سوالی که مطرح میشه اینه که میشه تو قدرت موند؟ این فکر کنم شاید بیشترین پیچیدگی داره. میشه تو قدرت موند؟ چون خود پروسه که بگیریمش هنوز ساده‌تر از موندنش هم من 20 سال نمی‌کنم، 5 سال. میشه این حزب کمونیست کارگری که رو دوش مردم به قدرت رسیده تو قدرت بمونه یا نه؟ اولا اینا انتخابات‌ها درش تقلب خواهد کرد. فرض کنیم علیرغم این حزب مونده. ثانیاً ممکنه کودتا بکنن. ممکنه سعی کنن کشور رو به جنگ خارجی بکشونن. ممکنه سعی کنن کشور رو با تروریسم بی‌ثبات کنن. کشوری که الان کمونیست‌ها می‌خوان درش کنن. ممکنه کشور رو بخوان با تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی بی‌ثبات کنن. کاری که می‌تونن. ممکنه بخوان کشور رو متلاشی کنن از طریق اون بحث فدرالیسم که صحبتش کردیم. کاری بر خودش. میتونیم ما به این چیزا فارغ بمونیم. کمونیست کارگری میتونه اگه قدرت رو فرض کنیم که یه شرایط مناسب سیاسی به چنگ آورد نگرش داره علیرغم همه این پروسه. جوابی که من میدم مثبت به فرض شرایط. یعنی من فکر کنم میتونه قدرت رو نگه داره با توجه به اوضاع بین‌المللی، با توجه به مشخصات داخلی. خود پروسه کسب قدرتش بنده کافی سخت هست. مثلا اونو فرض کردم که ما حالا بدن خاصی که روش بحث کنه پیچیدگی خودشو داره بهش میرسن. ولی حفظ قدرت و قرار گرفتن توی موقعیت که واقعا دولت تشکیل بشه بخواد مسائل جامعه رو حل و فصل بکنه و ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه رو عوض بکنه، به نظر من تو حیطه اقتدار جنبش کمونیستی کارگری هست. این دوره مشخص تو ایران. مثلا اول گفتم من این نسخه رو واسه کره نمی‌پیچم. نمیدونم کره کمونیسم و کره شانس داره اصلا کاری بکنه. من دارم راجع به شرایط ویژه تاریخی و منحصر به فرد تاریخی تو ایران حرف میزنم که به نظر من کمونیست کارگری میتونه قدرت بگیره، میتونه نگه داره. به شرطی که یه سلسله پروسه‌ای طی کنه. اولین چیزی که به نظر من مهمه اینه که اون کمونیسم نوع قدیم نیست. به نظر من کمونیسم نوع قدیم تو این پروسه اگرم قدرت میتونست به دست بیاره فوراً از دستش میگرفتن. مشخصات کمونیسم کارگری معاصر تو ایران جوری هست که بتونه این کارو بکنه. اولا یه سنت اروپای غربیه. مهمترین سرمایه حزب کمونیست کارگری اینه که این کمونیست کارگری حزب غربیه. بذارید معنی کنم. حزبی است که ریشه هاش تو اندیشه، فرهنگ و مدنیت اروپای غربیه. این حزب اسلامی ملی یه جامعه شرقی نیست که علیه امپریالیسم قدم کرده، میخواد دولت خودی درست کنه. این ناسیونالیسم چینی نیست. این فرهنگ بومی یک جایی نیست. این حزب کارگر صنعتی آلمانی و انگلیسیه که رهبراشو داده بیرون و اون فرهنگ و کاپیتالیستی رو هضم کرده و نقاط مثبتش هم شناخته و در خصومت فرهنگی، مدنی، نژادی با غرب نیست. این اولین سرمایه این جریان است. یعنی در ایران با پیروزی حزب کمونیست کارگری مدنیت غربی پیروز میشه. من نمیخوامش توهم مدنیت غربی تاکنونی بذارم، ولی هر کی کلاشو قاضی کنه میدونه اجازه حرف زدن از اجازه نداشتن برای حرف زدن بهتره. و اگه کلیسا بره نماز خودشو بخونه کاری به فوتبالی نکنه بهتره. و اگه زن و مرد آزاد باشن که مناسباتی با هم میخوان برقرار کنن، هر مرد و مرد، زن و زن، هر چی که الان توی جامعه داریم میبینیم بهتره از اینکه یه نفر با چماق بیاد تو سر مردم بزنه. ما داریم میبینیم که اجازه بدن هر کسی نقدشو به جامعه بگه بهتره و اینا همه دستاوردهای مدنیت غربیه. جامعه شرقی از این چیزا از خودش بیرون نداد. آقا حیف کاش داده بود ولی نداده.
به ما مربوط نیست، بالاخره نداده و الان حزبی که میخواد بره اون آزادمنشی سیاسی رو بیاره داره پاشو گشته رو مدنیت غربی و این خویشاوندی با غرب به نظر من تو عمیق‌ترین سطحی رابطه ما رو با جهان اون دوره تعریف میکنه و یه کارایی در حیطه اختیارات حزب کمونیست کارگری قرار میده که چینی‌ها نمیتونستن بکنن، کشورهای متفرقه‌ای که درشون چپا اومدن سر کار نمیتونن و اونی که درشو باز کنه رو غرب و خودش رو امتداد مدنیت غربی و نقد غربی به جهان، به یه جهان نگری غربی مطرح کنه و در نتیجه به یه صلح عمیق‌تری منهای اختلاف سیاسی روزمره با دولت‌های غربی که ممکنه پیش بیاد ممکنه پیش نیاد، با یه آرامش صلح عمیق‌تری با مردم اروپای غربی و آمریکا برسه که الان هیچ کشور خاورمیانه نداره و نمیتونه داشته باشه. این امکان وجود داره که پیروزی کمونیسم کارگری تو ایران به صورت پیروزی مدنیت غربی حتی تصویر بشه تو غرب. برای چی؟ برای اینکه حزبی میاد سر کار که روز همون روز اولش برابری زن و مرد، لغو مجازات اعدام، بیانیه حقوق بشر که سهله، دو تا دیگه هم روش از زاویه خودش آزادی بی قید و شرط سیاسی، آزادی فعالیت رسانه‌های جمعی، آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات، آزادی تشکیل احزاب اعلام میکنه، بعدم میگه تشریف بیارید و هر کی از اینجا عبور میکنه تو همون فاصله که اینجاست بیاد تو هر چی میخواد رأی بده و افغانی‌ها کشورشون اینجاست. چی میگی شما؟ هجوم آوردن، بقیه‌تون هم پاشین بیاد. یک کشوری ایجاد میشه در درجه اول که به نظر میاد داره از یه سلسله ارزش‌هایی حرف میزنه که انسان غربی آزادی‌خواه باهاش خانایی اسم میکنه. فکر نمی‌کنید رفتن فلسفه به اصطلاح عرفانی شرق رو احیا کردن یا رفتن دوباره باستان شناسی کردن و مثلا فهمیدن که مزدک و مانی این حرفا رو زده یا انوشیروان دادگر از این ور عکسشو میندازن رو پولشون. میبینن که آقا اینا احترام میذارن به نیوتن، احترام میذارن به داروین، احترام میذارن به لیبرالیسم غربی، احترام میذارن به مارکس، احترام میذارن به انگلس، احترام میذارن به جنبش کارگری این کشور، احترام میذارن به هنر آوانگارد، احترام میذارن به ارزش‌های اخلاقی پیشرو. تنها کشوری تو خاورمیانه که ممکن آزادی جنسی جوری توش باشه که کسی مزاحم کسی نشه. اولین کسایی که ممکنه بیان جمع بشن و از این دولت دفاع کنن زنان، سازمان‌های مدافع بخش اقلیت تو این کشوران، کشوری که مطلقاً نژاد پرستی، مخالفت با تمایلات جنسی این برای اونوری مردم نداره، آزادن آدم حرف میزنه. این تصویر اگه منتقل بشه بهترین ابزار برای اینکه توطئه علیه چنین حکومتی رو جلوشو بگیره. نه فقط این، خود این مدنیت انقدر باشکوهه که فکر کنم از فردا مردم میگن دیگه درست شد. اگه شما بیاین منشور رو اعلام کنید توطئه کردن علیه این حکومت تو داخل و شوراندن مردم علیه این حکومت به شدت مشکل میشه. آقا من بیام شرکت کنم تظاهرات علیه چه حکومتی داری میگی تو؟ تازه همین دیروز اومدن زندانیا رو آزاد کردن، مجازات اعدام رو لغو کردن، آزادی مطبوعات رو اعلام کردن، زن و مرد رو برابر اعلام کردن، کودک رو زیر حقوق مدنیش رو اعلام کردن. گفتن هر کی هر چی موسیقی میخواد بسازه، هر چی میخواد گوش بده. تازه دیروز چرا من باید بیام تظاهرات کنم؟ چی داری میگی آقا؟ به نظر من اگه ما بتونیم، اگه این جنبش بتونه به عنوان یه پیروزی فرهنگ بالاتری به قدرت برسه، اون وقت توطئه علیه سخته، منزوی کردنش سخته، محاصرهش سخته و ممکنه فلان ژنرال آمریکایی دنبال خط جنگ سرجش هر کاری میخواد بکنه، ولی توده مردمی که شما میگن آقا جامعه بازه، میخواد برو ببین چه جوریه دیگه. چیز عجیبی نیست پشت دیوار قایم کرده باشه، پرده دورش کشیده باشن که میگن توطئه میکنن. اونجا قانون مخفی کردن اطلاعات دولتی ندارن، ما داریم. تو نمیتونی اسرار دولتی رو اینجا بگی، اونجا میگن میتونی بری تو جلسه مجلسش بشینی یا تو هیئت وزیرانش رو تلویزیون نشون میدن. چی داری میگین شما؟ و همه این رسانه‌ای که خبر دارن میدن اونجا دفتر دارن و حرف میزنن. دسترسی هست به این حکومت. این اولین مثلا غربیگری حکومت با آزاداندیشی حکومت و اینکه ما به یه معنی در ایران پیروزی جناح چپ اروپاست. پیروزی چپ در اروپاست که در ایران تحقق پیدا میکنه. پیروزی چپ اروپا و انقلابیگری اروپایی که در ایران تحقق پیدا میکنه اولین گارانتیه هست. و به نظر من اینجاست که ما میبینیم جدالای 2 دهه مبارزه بر سر که کمونیسم چیست میتونه نتیجه سیاسی ملموس داشته باشه. با خط راه درخشان نمیشه رفت توی